سلام كمسك الختام. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. روزی همگان بخیر باشد. از حضرت ابو هریره رضی الله عنه روایت شده است که فرمودند: عرض کردم ای رسول خدا صلی الله علیه و سلم، کیست آن که بیشتر از بقیه مردم به شفاعت شما خوشبخت می گردد؟ فرمودند: کسی که از تحت دل با اخلاص لا اله الا الله گوید. صحیح بخاری. اخلاص امری با اهمیت است و ترک آن خطر بس بزرگ است، زیرا الله متعال عملهای صالح را قبول نمی کند مگر اینکه از روی اخلاص و برای رضای الله انجام داده شده باشند. الله متعال هر عملی که انسان می کند از او خبر دارد، از نیت و اخلاص ما خبر دارد. ما می توانیم انسانها را فریب دهیم، ولیکن نمی توانیم خداوند و اینچنین خود را فریب دهیم. آن عملی که ما انجام می دهیم، آن نیتی که ما در قلب داریم، آن نیت به خداوند و به ما معلوم است. پس خداوند نمی پذیرد آن عملی را که اگر مخلصانه برای او انجام داده نشده باشد، چه از عبادت ها و چه از دیگر عمل ها. تنها خداوند آن عملی را قبول می کند که مخلصانه با اخلاص در راه او برای او انجام داده شده باشد. پس ای بندگان الله، ای دوستداران ایمان و اخلاص، بکوشیم که در عملها اخلاص پیشه کنیم که مخلصان در سایه رحمت و حفاظت پروردگار خواهند بود و از نیرنگ شیطان و حسرت و زیان نجات خواهند یافت و اینچنین به شفاعت پیامبر صلی الله علیه و سلم آنها اول نائل می گردند. پس حرکت کنیم که از جمله این شخصان باشیم. عملهای خود را خالصانه با نیت پاک برای خداوند انجام بدهیم. بزرگ می گوید با نیت خوب کارهای عادی به عبادت مبدل می گردند. مثال، ما هر روز خوراک می خوریم. اگر در وقت خوراک خوردن نیت کنیم که خوراک می خورم تا قوت پیدا کنم که عبادتهای خود را به جا آورم. ما هر روز خواب می کنیم. وقتی که نیت کنیم که من خواب می روم تا قوت گیرم و در عبادتها کوشش کنم، اگر این نیت ها اگر پیش از خوردن و خواب رفتن این نیت را کردیم، ببینید کارهای عادی ما به عبادت مبدل می گردند. خوراک خوری ما به عبادت مبدل می گردد، ما ثواب می گیریم. خواب رفتن ما به عبادت مبدل می گردد، ما ثواب می گیریم. برای خاطر نیت ما این بود که می خورم و خواب می روم تا قوه نو پیدا کنم تا که عبادت خدا را خوبتر و بهتر به جای آورم. پس دوستان عزیز، پیش از انجام دادن همه عملها نیت خود را اصلاح کنیم و آن عمل را مخلصانه برای خداوند انجام دهیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.